السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز، خواهرای و برادران گرانقدر در تاجیکستان، شما میفهمین که الله سبحانه و تعالی مخلوقات زیادی داره و یکی از مخلوقات الله سبحانه و تعالی جنها هستند و این جنها که کلان از اینا ابلیس است. اینا به اشکال مختلف در عصر جاهلیت مردم چی میکردن؟ تحت تاثیر خود میآوردن، مردم میترساندن و مردم حتی یک کو داشتن در مکه در عصر جاهلیت به نام وادی الجن میگفتن. باز میرفتن پیش کلان جنها و به او پناه میبردن. الله سبحانه تعالی میگه که و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. بعضی از انسان ها بودن، مردها بودن که پناه میبردن به جنها. فزادوهم رهقا، باز وقتی که به اونا پناه میبردن اونا هنوز جرأتشان بیشتر میشد. دوستای عزیز، این جنها هستن. جنها میخواین که مردم بترسانن و بالاخره اگر انسان عقیدهش ضعیف باشه بالاخره او را منجر بسازن به کاری که او مثلا خودکشی بکنه و بالاخره خود به عذاب بزرگ الهی مبتلا بکنه. و وقتی که قصه را مردم های دیگه بشنون و ایمانشان ضعیف باشه، اونا هم به می فکر شده و در ترس میفتن از شر شیطان ها. نجات در کجا هست؟ دوستای عزیز، 138 درس عقیده هست. اگر در یک خانه درسای عقیده را دوستا یاد بگیرن و به الله پناه ببرن و درسای عقیده را خوب درست فهمیده بفهمن و به الله سبحانه و تعالی پناه ببرن، باز جنها هیچ چیز کرده نمیتونن. هر کس جنها میترسانه. حتی من شخصا یک وقت یک قاری بود، امراض جنها بود، ما را میگفت ما آمدیم که تو را بکشیم. و به می شکل به اشکال مختلف این جنها، این شیطان ها انسان اذیت و آزار میکنن و خصوصا کسی که در عقیده و درس عقیده درست نفهمه و عقیدهش ضعیف باشه و در گناه ها مبتلا باشه. شرط نجات از اول یاد گرفتن درس های عقیده هست. دوم خود مصروف ساختن به عبادات الله، تلاوت زیاد قرآن است. و سوم خود از گناه نگه کردن است. اگر همین سه کار شما بکنین، انشاءالله تعالی این خوف و این ترس و این کل چیزها گم میشه، چون شیطان ها کسان بسیار ضعیف هستند در مقابل قرآن و در مقابل درس عقیده و در مقابل عبادات الله بازی هیچ چیز کردن نمیتونن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.